صبح یه روز تابستونی بود که من از خواب بلند شدم. رفتم مثل همیشه پای سیستم و چنل رو چک کنم و دیدم که 100 تایی شدیم. خب خاصی نکردم، دوباره گرفتم خوابیدم. اومدم فکر کردم خب چیکار کنیم به مناسبت 100 تایی شدنمون. حاضر شدم، موتور رو برداشتم، رفتم به سوی سرنوشت با سرعت هرچه تمام‌تر. رسیدم به بستنی فروشی، قیمت یه بستنی قیفی رو پرسیدم و دیدم که 12000 تومان. خب ما میگیریم که اصلا چون نیشابور شهر کوچیکی هستش ارزون میگیریم، توی شهرهای بزرگتر مثل تهران شاید گرونتر باشه. بستنی 25000 تومان. دوباره رفتم به سوی سرنوشت، رسیدم به سوپری، یک کیکو برداشتم، اینم بود 16000 تومان که اینم حساب میکنیم 25000 تومان، یعنی مبلغ 50000 تومان بین کسایی که زیر همین ویدیو کامنت گذاشتن قرعه کشی میشه. پس کامنت کن اگه کیک بستنی میخوای.